گلهای جاویدان، برنامه شماره 146. گفتار به قلم آقای ضیاءالدین سجادی. شاعری که امشب از او سخن میگوییم خاقانی شروانی از سرایندگان به نام قرن ششم هجری قمری است که پدر بدیل نامیدش و بعدها به افضل‌الدین مشهور گردید و به خاقانی متخلص و معروف. خاقانی که به سال 520 هجری قمری دیده به دنیا گشود، فرزند پدری درودگر موسوم به علی است و مادری عیسوی نسطوری که تازه به دین اسلام مشرف شده بود و شغلش طباخی. ولی تربیت و تعلیمش به مراقبت و تحت نظر مستقیم عمویش کافی‌الدین عمر ابن عثمان که از اطباء دانا و به نام آن زمان بود انجام یافت و تا سن 25 سالگی که عم فاضلش به درود حیات گفت به تحصیل مشغول و به حقایقی متخلص بود. افضل‌الدین بدیل پس از مرگ عم در سلک شاگردان ابوالعلاء گنجوی درآمد و چون به دربار خاقان اکبر منوچهر شروانشاه به معرفی استاد راه یافت، با اجازه او به خاقانی متخلص گردید و به خاقانی شروانی مشهور. خاقانی مردی دیندار بود و اعتقادی محکم به مبانی مذهبی داشت، چنانکه 2 بار به زیارت کعبه مشرف شد و در سفر اولین قصیده شیوا در مدح خانه خدا سرود که خواص مکه به آب زر نوشتند. خاقانی شروانی نسبت به ایران کهن علایق و تعصبی وافر داشت. هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن. هان ای وای
جان مدائن را آیینه عبرت دان. یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن، وز دید دوم دجله بر خاک مدائن ران. دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو ز بن دندان. گوید که تو از خاکی، گوید که تو از خاکی، ما خاک توییم اکنون. گامی دو سه برمانه، اشکی دو سه هم بفشان. از نوحه جغد الحق ماییم به درد سر، از دیده گلابی کن درد سر ما بنشان. ما بارگه دادیم، ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما. ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما. بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد، این زال سپید ابرو وین مام سیه پستان. از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد، این زال سپید ابرو وین مام سیه پستان. ترنج زر پرویز و به زرین برباد شده یک سر، با خاک شده یکسان. آنچه به سهم رسید
بیتی چند از قصیده است که خاقانی پس از دیدن ایوان مدائن که یکی از آثار عظمت ایران باستان و تجلی تمدن زمان ساسانیان بالاخص دوران انوشیروان دادگر است سروده. قصیده شیوا عبرت‌انگیز که هر خواننده و مستمعی را سخت متأثر می‌سازد. شعر خاقانی محکم و پرمغز است و بیانش تازه و حاکی از دقت و دانش و حکمت عمیق. و با آنکه این سخنسرا در زمانی میزیسته که سخنورانی بزرگ و نامی سخن و معنا را رفته و هرچه باید گفته بودند، او شیوه های نو و مضامین تازه و لطیف در شعرش آورده است. منصفان استاد دانندم که از معنا و لفظ شیوهی تازه نه رسم باستان آورده‌ام. غزل خاقانی با آنکه قرن ششم آغاز غزل سرایی است با لطف و جالب است، تا بدان حد که سخنورانی چون مولانا، سعدی و حافظ از ابیاتش تضمین و یا از غزلهای شیوایش استقبال نمودند. خاقانی به تمام مظاهر زیبای طبیعت خاصه صبح و صبحدم علاقه فراوان دارد و چون عارفی که هر آنچه زیبایی است نموداری از جمال اکمل ازلی بداند، با بیانی که از اعماق دل برخاسته خوبی و زیبایی را ستوده و از این ذوق و جذبه عرفانی الهام گرفته است. آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو نیاورد و پیامت نرسانید. یا تو به دم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم به کبوتر بسپردم، افسوس که بختم سوی بامت نرسان. با باد سپردم دل و جان تا به تو آرد، این هر دو ندانم که کدامت نرسان. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، ایام به من جرعه جامت نرسان. خاقانی از این طالع خودکام چه جویی؟ کو چاشنی کام به کامت نرسان.
عشاق به جز یار سرانداز نخواهد، عشاق به جز یار سرانداز نخواهند، خوبان به جز از عاشق جانباز نخواهند. آنان که چو من بی پر و پروانه عشقند، جز در حرم جانان پرواز نخواهند. بی عشق ز خاقانی چیزی نگشاید، بی عشق ز خاقانی چیزی نگشاید. بی فصل گل از بلبل آواز نخواهد، بی فصل گل از بلبل آواز نخواهد.
هر خشک و تر که داشتم از غم بسوختم، هر خشک و تر که داشتم از غم بسوختم، هر بال و پر که داشتم از دم بسوختم.
مشکید را بر مجمر نیاز بر مجمر نیاز به یک دم بسوختن یا عزیز منم هر تاکین خروش براید مرا ز هر تاکین خروش براید مرا ز کی غم بسوختم ز غم کی غم بسوختم ز غم ای غم بسوختم عزیز منم جان
دل خاقانی از جفا نیمه دگر که ما به ماتم بسوختم خشک و تر که داشتم از غم بسوختم دلا عزیزم هر خشک و تر که داشتم از غم بسوختم هر بال و پر که داشتم از دم بسوختم هر بال و پر که داشتم هر بال و پر که داشتم از دم بسوختم
این هم گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران، گلی که هرگز نمیرد. شب خوش. آنچه به ثمر رسید برنامه شماره 146 گلهای جاویدان بود که با همکاری آقایان عبادی، معروفی، کسایی، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و گلپایگانی تنظیم یافته. گفتار به قلم آقای ضیاءالدین سجادی.